سروکریم کردستان نچیروان بارزانی با جشن آکیتو آشوری بابلی پیامک پیروزبایی بلاف کردیا او سروکریم کردستان را گاندیه بالکفت سال نو یا 6775 بابلی آشوری و جشن آکیتو گرمترین پیروزبایان پیشکشی حوالاتین هجاین کلدان آشوری و سریان لکردستان و عراق و سرانسری جهان دیگه. سروکریم دبیجه هیویدانم که جشن آخوه به خوشی و آرامی در باز بکن. جشن آکیتوی حل کفتن که دیروکی و کفنار یا شهرستانیت که به نرخ کو کوراهی رهن چاندی و مرووین یک جه پیکاته ین هری کفنار ین هری مامن نشان داده. اف پیکاته جه دست پیکات دیروکی و بشتاری آواکنا شهرستانیت ین هرمی و پاراستنا پررنگیا وی بویه. دوی حل کفته دا جاره کدن لرما کردستان ام پیگریا خواه جبو پاراستنا ماف و آزادیان و پیشخستنا چاندا پررنگی به افراجیان آشتیانه لیبورین و قبول کرنا حفدو دنابرا همو پیکاته این اولی و نتبهی کردستان ده تیکز دکن. بلا ای سال جشن اکیتوی در فتک نوبه جبو خورد کرنا حس کرنه جیانا حفارو رزگرتنا حفدو یا دنابرا همو پیکاته این گلی کردستانی هروها بلا به بچافکانیا هیویه که جبو پاشروژه که باشتر تجی پیش بچون آرامی و راحتی هر کسی را جشن اکیتوی لحمیان پیروز به هر سال آوجی بخوشی به